لعنت خدا بر تو. خدا شاهده که دلم به این امر رضا نیست و غیاث الدین جمشید کاشانی رو مثل چشمانم دوست دارم. اما به حکم وظیفه‌ای که حکومت برگردنم گذاشته و حاکم رو حافظ جان و دین رعیت میدونه و به حکم علما به این امر رضایت دادم تا حقیقت هرچه هست روشن بشه. امام جدیری بزرگ علمای هرات به همین سبب به اینجا اومدند تا اون چه شارع مقدس حکم میکنه رو اعلام کنند. در خدمت شماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. مدعیان کلام خیش بفرمایند و پاسخها را بشنویم تا بتوان از این میان به رأی رسید. استدعای این پیرمرد آن است که مسیر انصاف بپیماییم و یکدیگر را به پیکان توهین و تهمت زخم نرسانید. بفرمایید. مردم شهر دست از زندگی کسب کشیدند و روز خود را با پرندیات ستارگان و افلاک می‌گذرانند. مدعی علم غیب شده اید و آنچه را که تنها به ید و اراده الهی پیشگویی کرده اید. روزی به درس گفته اید که جای جای ستارگان را در طبقات آسمان میتوان چنان یافت که گویی خانه تک تک مردم سمرقند را. به جای مدعی شده اید که میتوانید با محاسبات نسبت محیط به قطر وسعت زمین را به دست بیاورید که این غیر ممکن و تنها در علم خداوند است. بیت المال و خزانه حکومتی را صرف بساط سحر جادوی خود کرده اید و خلقی را به گمراهی کشانده اید. کلام قرمطیان و زندیقان را در مجلس درس گفته اید و شأنی برای علم و عقل قائلی گویی که انسان در اختیار همتراز با مقام خدایی است. این کفر و الحاد که به زبان علم و در پس لوای ریاضیات و نجوم به خلق الله عرضه می دارید، والله که در عصر حکومت قرمطیان نیز چنین نمی بود. پاسخی دارید؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رد كل غریب. سلام علیکم. خدا رو هزار بار شاکرم که بهترین خلق رو مبعوث کرد تا هادی خلایق باشه و هم سلام و هم تسلیم به همو حضرت ختمی که امتش رو امر کرد به کسب علم و معرفت و این مجاهده رو مؤکداً مجاهده رو بر همه ما فرض دونست، درست از زمانی که چشم به آسمون باز میکنیم و مادام که چشم به خاک میبندیم
والله قسم که جز حضرت حق بنی بشری از ضمیر دلم آگاه نیست که تا چه حد از این مطالب که گفتند و شنیدیم متاسفم. من جمشید پسر مسعود طبیب ملقب به غیاث الدین کاشانی پیش چشم همه حضار شهادت میدم به یگانگی حضرت حق و نبوت احمد محمود و ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینش و قسم میخورم به کلام الله که در این راه که شما کفر و شرک و باطل و هرز و هدر گفتید جز به راه حضرات معصوم نکردم. هرچند از اوان کودکی تا به امروز در این راه خدا بهتر از هر کس شاهده که جز تعب و سختی و رنج و مشقت و غربت و اینها ندیدم. خدا بهتر شاهده. تمام من همه این سالها این بوده که علمم حجابم نباشه، نور باشه، به دل روشنم بتابه، راهم روشن کنه. وقت مجلس سلطانی و فقیه عالیقدر امام جدیلی بدان حد نیست که با کلام متبر خود به اطاله آن کوشید. قصدم اطاله کلام نبود، غرضم این بود بدونید روبروی شما یک مسلمان ایستاده، به خدا که درد دین هم داره. اینکه خلق را به طالبینی و پیشگویی و سحر و جادو بیاندازید و از آنچه علم دارید تلبیس و توهم بسازید درد دین است؟ آیا این افساد در زمین نیست؟ به اونم میرسیم. قبل از هر پاسخی یک سوال دارم و اون که نمیدونم چرا این مطالب امروز در برابر تخت امیرزاده‌ای گفته میشه که تمام هم و غم خودش صرف علم کواکب و نجوم و ریاضیاته. چرا این مواردی که گذشتگان ما به دقت و به جد و به جهد در راهش تلاش کردن و سرمایه ها دادن و خون دلها خوردن، چرا امروز انقدر به نظر عجیب و نامانوس میرسه؟ این همه در مورد بنای رصدخونه بحث هست و جدل هست. پیشتر از ما جناب خواجه نصیرالدین طوسی به بهترین وجه با اون ظرافت و با اون دقت رصدخونه مراغه رو بنا کردن. امر جدیدی نیست. آن هم اگر در راه حق بود همچنان بر جای میماند و با خاک یکسان نمیگشت. این چه بساطی است که مردم از صبح تا شام به کار ساخت بنای باشند که به کار پیشگویی و دخالت در امر خدا می آید. حضرت شیخ، بنای رصدخونه امر امیرزاده است نه من، و البته حرکتی است از این. سلطان دین پناه ما نیز به وسوسه زندیقانی چون شما امر به این کار فرمودند. زبان نگهدار شیخ. آنچه امر دیوانی ماست حکم سلطانی است و گمان ما از شر و سیاست. آن مقدار میدانید که بفهمید حکم سلطانی چیست. پوزش این حقیر را بپذیرید که زبانش جز به خیر حکومت نمیچرخد. موقوف میکنیم از این پس جز آنچه باید حرفی نزنید. ادامه بدید. شاید بسیاری از مردم اینطور فکر میکنن، عمدتاً عوام، و متاسفم که خواص هم اینطور فکر میکنن.
که احکام نجوم علم به غیبه، ادعای به غیبه، غیبگوییه. خیر، اینطور نیست. علم به غیب علم به اون چیزیه که بدون استدلال و بدون علل و بدون سببی از اسباب حادث بشه و به وجود بیاد، که هیچ کدوم از مخلوقات خدا از اون با خبر نیستن الا ذات حضرت حق. ولی نجوم استدلاله و محاسبه است، با علل اونو میشناسیم. شما هر سال بهار شکوفه نشستن درختای سیب رو میبینید و زمستان سرمای بی حساب رو میبینید. اینها همه به قاعده است، مثل شب و روز. پس صاحب نظامه. که گفته که دست از جهد و عبادت بشوییم و ذهن خود را آلوده چیزهایی کنیم که فقط به دانش حق است و جز خدا کسی نمیداند؟ خدا گفته. خدا گفته. چه عبادتی برتر از تفکر در خلقت خداوندی؟ غرض تنزل عبادت یومیه نیست. مگه حضرت نبی نفرمودند دمی تفکر برتر از 70 سال عبادته؟ دمی تفکر. مگر غیر از اینه که هر جا خداوند قصد داره بشر رو به تفکر و تدبر و تأمل وادار بکنه، به آسمان و زمین و شب و روز اشاره میکنه؟ چرا؟ شما که خودتون عالمید و شیخید و مفتی، مصحف نخوندید؟ سوره جاثیه آیه 5: و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. آیات لقوم یعقلون. و نیز در پیاپی آمدن شب و روز، با آنچه را که خداوند از روزی از آسمان فرود آورده تا زمین مرده را پس از مرگش حیات بخشد، و نیز در گردش بادها آیاتی است برای خردمندان، آیاتی است برای اهل تفکر. پیشگویی های تو چنان دقیق است که یا باید مدعی باشی علم خداوندی و غیب با توست یا ساحر و جادوگری. یعنی سحر و جادو انقدر تواناست که بتوان به واسطه آن در گرفت و گیر ماه و خورشید هم دخل و تصرف کرد؟ آری حضرت سلطان، ایشان پیش از این در ولایت کاشان نیز در باب ماه گرفتگی چنین کرده و بیشک همان سبب فرار شبانهشان از آن دیار بوده. در همان مصحف مقدس که این ملحد به آن استناد می کند آمده، آن هنگام که ساحران فرعونی در برابر موسی سحری عظیم بپاداشند و مردم را مسحور کرده و به رعبشان انداختند. در سوره اعراف و طه بنگرید تا نشانیش را بیابید. شما در میان کلامتان ایشان را ملحد خطاب کردید. در عجبم، عالمی چون شما چگونه قبل از اثبات جرم به ایشان که همگی برای این در این مکان جمع شده ایم بهتان میزنید و از خدا نمی ترسید؟ امر میکنیم تا پایان جلسه هیچ کس حق زدن بهتان به غیاث الدین رو نداره. واضح و روشنه؟ بگو جمشید. من چه چیز باید بگم؟ من پیشتر پاسخ جناب شیخ رو دادم، باز تأکید میکنم و تکرار میکنم. شما که بهتر از من واقفید، اینها همه فنه و حسابه. هر کس که اعداد رو و جداول رو و جایگاه افلاک رو درست بدونه و مسلط باشه میتونه انجام میده. اگر انجام نمیده آگاهی نداره. مگه همین بنای رصدخونه که شما امرش رو دادید برای این نیست که این کارها سهل بشه و ساده بشه؟ این استحکام کلام فقط بابت علم است؟ مگر جز این است که خداوند هر آنچه خواهد میکند؟ هر آنچه خواهد میکند، ولی نه خارج از دایره نظاممند آفرینش. عجب، علمتان بدان پای رسیده که برای خالق و ناظم تکلیف معین میکنید؟ نه جز تکلیفی که حق بر طبیعت قرار داده. میبینید جسارت این مرد کاشانی به کجا رسیده؟ کم مانده ادعای الوهیت و خدایی کند.
رئیس برو. به امیرزاده بگو براش خبر مهمی دارم. بگم کی خبر آورده؟ ناشناسی که میخواد آشنا بشه. ببینم جوان، درست فهمیدم؟ هنگامی که تو البته با توجه به آن علمت میگویی فلان واقعی همچون کسوف یا خسوف رخ خواهد داد، بس بی تردید در آینده چنین خواهد شد؟ بله. آیا این نفی قدرت و توانایی باری تعالی بر لحظات خلق نیست؟ جناب جدیری رو به سخره نشسته ای؟ عذر تقصیر اگر لبخندم نشان از تمسخر داشت. این نبود. یادآوری یک خاطره بود از دوران طفولیت، کودکی نابالغ که ناغافل خودشو بین درس شیخ شهیر شهر میبینه، شیخ کاشان، و یک سؤال کودکانه و یک پاسخ نه از سر تدبیر بلوایی به شهر انداخت. یا به مباف پاسخ امام جدیری سریع و صاف بگو. من امروز یکی مثل شیخ شهر کاشانم، به علمم و به هنرم واقفم، ولی یقین کردم تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر 100 هنر دارد توکل بایدش. من هنوز در انتظار پاسخم. حال که سبب فساد ذهن جماعت کوچه و بازار شدی، به فکر توکل افتادی؟ بهتر است به جای توکل توبه کنی و در انتظار مرگ باشی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه والله علی کل شیء قدیر. سلام علیکم. این شخص را به سبب توکل و تفکر در قدر و حساب الهی به چوب ریشخند نزنید. شما بزرگان و عالمان از شکافتن کلام حق بی‌نیازید و دیگر حاضران بدانند که حضرت حق فرموده است هر کس در هر کار و هر چیز به خداوند توکل کند، خداوند کفایت امرش را می کند. چرا؟ چون که قادر مطلق است و فرمانش نافذ. هر کاری را که اراده فرماید به انجامش میرساند. لیک حضرت حق برای هر کار و هر چیز قدر و حسابی قرار داده. شما کی هستی؟ در این سرا چه میکنی؟ من کمترین معلم ناچیزی بودم که به لطف حق هر آنچه را که میدانستم به کودکی باهوش و پرحواس آموختم که امروز در مقابل مسند شما ایستاده و شما عالمان و بزرگان مجرمش می‌خوانید. حضرت امیر، این مجلس بر امر مهمی منعقد گشته، رخصت حواشی و مغلطه ندهید. اجازه دهید تا با شما در سوالاتی که از غیاث الدین می شود شریک شوم، تا به کنه آنچه که او را به اینجا کشانده پی ببرید و اگر خدای ناکرده خبط و خطایی بر قلمش، قدمش و علمش رفته را بشناسید.
چه باک اگر شما بتوانید گره از گرد این جوان بگشایید. این که نمیشود. غرض کشف حقیقت است برادر. وسیله چه اهمیتی دارد؟ بفرمایید. و اگر خودت رو تافته جدا از مردم نمیدونستی، میلت به ناصواب نبوده، این طریق نمیرفتی. این طریق من نیست، راهی که همه باید برن. چرا؟ چون گفته توست؟ چون گفته توست. تو گفتی، تو از مصحف خوندی. و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم، ولی آنان از مطالعه در نشانه های آن اعراض میکنند. این همون نشانه ها نیست؟ پس در نشانه ها اندیشیدی که چنین گمراه شدی و دست به کار طالبینی و اندازه گیری زدی. برای این کار هم حجتی داری؟ و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. چه حجتی بالاتر از این که خدا همه چیز رو بر مداری خلق کرده؟ و ساخت بساط جادوگری و رمالی و طالبینی را چه؟ مگه جز اینه که ما خلیفت اللهی؟ مگه جز اینه که باید به راهش قدم برداریم ها؟ جواز نوشتن زیج رو و نه طالبینی و رمالی و اینها. جواز نوشتن زیج رو یه مرد از اهل فتوت بهم داد. یه مرد سالها قبل از مصحف مقدس تو گوشم زمزمه کرد. گفت چه کاری مهمتر از محاسبه و اندازه‌گیری که خدا همه چیز رو بر مبنای ثبات خلق کرده. یادته مرد؟ سوره انعام همونست که شکافنده صبح است و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله محاسبه زمان قرار داد. این است اندازه‌گیری آن توانای دانا. آیه 96. این نفی اراده الهی نیست که اگر بخواهد شب صبح شود و یا نمی شود. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النهار. نه خورشید باید به ماه برسه و نه شب به روز پیشی بگیره. و کلون فی فلک یسبحون. و همه در مدارهای از پیش تعیین شده خودشون قرار دارن. و این قاعده کسوف و خسوف چه؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، اوست که خورشید را نورانی خلق کرد و ماه را فروغ بخشید و برایش منازلی تعیین کرد تا شما عدد سالها و حساب کارها را داشته باشید و همه اینها را جز به حق خلق نکرد و این نشانه ها را برای اهل دانش شرح می‌دهد. یونس آیه 5. و اما آنکه بس است برادر، بس است. آنچه سعی نمودید تا بر ما مکشوف نمایید، بر آن به نهایت توفیق و صحت یافتید. این عزیز کاشانی که نامش به حق غیاث الدین است، مسلمانی مؤمن و آگاه به دقایق الهی است و با آن یگانه مرشدی که من دیدم انشاءالله تعالی به خواسته خود خواهد رسید. بر جناب امیرزاده فرض و واجب است که وی را عزیز بدارد و بر صدر بنشاند. خداوند از سر تقصیرات همه ما بگذرد که بر وی لحظه‌ای تردید روا داشت. ولی دلایل ایشون هنوز جای بحث. جناب رشید الدین، ادله محکم مصحف را شنیدید. هیچ جای بحثی وجود ندارد. چگونه است؟ شما که عالمان دینید و خود را صاحب فتوا می‌دانید
کتاب الله را همچنین مرد که زندیق و ملحد می‌دانیدش نخواندید. بسیار استغفار کنید و فراوان بیندیشید. اما جناب رأی امام جدیری رو شنیدید، از حکم سلطانی رو هم بشنوید. از این پس اگر جسارتی بشنوید یا کسی اعتراضی به مدرسه و رصدخانه ما بکنه، چنان سیاستی بکنم که از خاطره تاریخ پاک نشه. امیدوارم خدا یارت باشه و مهمی رو خبر آورده باشی که منو از چنین مجلسی بیرون کشیدی. خبری چنان مهم که خزانه امیر رو مشتلقش کفاف نمیده. میخوام خواجه ترخان وزیر رو عارف کنم به جنایتی که از راه خیانت به سمت امیر نشانه گرفته. دقایقش رو جز با امیر مکشوف نمی کنم. تو کی هستی که اونی میدونی که من نمیدونم؟ برای این پیرمرد از سر خیرخواهی دعا کن بزرگ مرد. افسوس که طی این سالها چشم من به این دقایقی که گفتید باز نگشته بود. شما سرورید و ما حقیری بیش نیستیم. بیشک خداوند از روز نخست تو را مورد عنایت خود داشته که چون این فرزانه ای را بر سر راحت نهاده. افسوس که در زمانه ای پر حقد و حسد زندگی میکنیم. وضع تقصیر گر در کلامم زبری بود. شما منو عفو کنید. در مسیر هرات قصد دارم به جانب بارگاه علی ابن موسی رضا روم. آنجا نزد آقا برایت فراوان دعا خواهم کرد تا او پشتیبانت باشد. حیف بود که به سمرقند بیایم و این رصدخانه را نبینم. خرسندم از آن که این دارالعلم را در ساختنش بسیار کوشیدی. خداوند نگهدارتان. خداحافظ. من بزرگ قبیله آشوغالا هستم. در صحت کلامم تردید نداشته باشید. شما این روزها به هم نشینی با زنی به ظاهر با کمالات می نشینید. با او هم درس و هم کلامید و نیک می دانید که او از خاصان و نزدیکان غیاث‌الدین است. که چی؟ پرسیدم که چی؟ خود اوست. برای این ادعای درشتت بیانه ای داری؟ اگر زن اون برم که سایت به دسیسه میکنی شک نکن که حکمت مرگه. این نسبت هایی که به غیاث‌الدین به اعوان اون میدی به هیچ طریق و با هیچ شعوری منطبق نیست. ودیعه یگانه که برای خرید خنجری زهرآلود به مصرف رسیده.
چه زود گذشت. یادته تو گاری خراش پیدام کردی؟ گاری خراج و بلباب پا کردن تو شهر و آسی کردن بابا افضل بیچاره. وای 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 که چقدر حرف میزدی. تو اون شب قرآن دستم دادی. هرچی داری از برکت وجود قرآنه. خیلی عالم تر از تو و داناتر از تو بی دستی به قرآن به باطل رفتن. شکر. این تسبیح یادته؟ خدا بیامرزم سر تو. آقا جونم چطوره؟ مثل همیشه دلنگران و چشم انتظار. اون گفت بیایی آره؟ نمیخوای بگی چی شد اومدی؟ شاید نباید بگم. به آسمون نگاه کن بلکه بفهم. میترسم نگاه کنم خوابم ببره. یادته؟ کاش کنیزتون رو محرم میدونستین و آشفتگی دلتون رو با اون قسمت میکردین. خون خیانت در سفیدی چشم ما بود و نمیدیدیم. من از چند سال پیش که پای این کاشانی ها به تختگاه شما باز شد میدونستم که فطرتشون به پلیدیه. تو گفتی، اما من به حساب حسادت زنانه گذاشتم. سبب این همه تساهل و مدارات چیه؟ دستور یاسا بده تا عبرت همه بداندیشان بشه. نگارش زیست بی محاسبه جیب 1 درجه بیفایده است و تمام زحمات چندین سالمون به باد میره. این جز به دست اون در نمیاد. شیرینی این دیدار و تلخی رفتنتون نمیارزید. چرا این همه عجله؟ من به حکم نانوشته‌ای به این سفر اومدم، نه برای تلخ و شیرینیش. همیشه بهت گفتم زندگی در دربار حکام پرخطره. علال خصوص بعد از محکمه ارتدادی که برای تو به پا کردند و تو الحمدلله سربلند بیرون اومدی، خطرات بیشتری تهدیدت میکنه. باید بیشتر مراقب خودت باشی. حکام بنده هوسن و دائم در حال تغییر. اگر بشه به هوای بهار اعتماد کرد، به اونا میشه اعتماد کرد. بعد حل این مسئله برمیگردم کاشون. یه لحظه نمیمونم. انشالله اگه عمری باقی بود چشم انتظارتون بود. به امیدی میگم. یا علی. پاینده باشی.
کار ساخت رصدخانه بسیار طولانی شد، اما سرانجام با تلاش همه شما به اتمام رسید. امروز اراده من بر اینه که هرچه زودتر از اون بهره مند بشیم و زیج بی عیب و نقصی رو به نگارش در بیاریم که به گواه همه شما نیازمند به محاسبات جدیده. من تصمیم گرفتم خودم دست به کار محاسبه جی به 1 درجه بشم، اما از شما هم میخوام که در این راه با من همراه باشید. پس 1 هفته فرصت دارید تا این مسئله رو حل کنید. اگر خودم این کار رو کردم که هیچ، اما اگر هر کدوم از شما زودتر به حل این مسئله دست پیدا کرد، افتخار این رو داره که در رصد و نگارش زیج که به نام زیج اولغ بیگی است با من همراه باشه. مابقی به دیار خودشون برمیگردن. گل گاوزبان سر حالتون میکنه. میل دارین؟ نه ممنون. چه خبر؟ امروز اولغ بیگ منو به حضور نپذیرفت و حاضر به تشکیل مجلس درس نشد. سلام نمیبینم بیشتر از اینجا بمونین. باربونتون رو جمع کنین، از سمرقند برین. همین فردا. گویی در باطلاقی سخت گرفتار شدم. شما مدتی آب و غذای درستی نخوردید. به خدا سوگند که غامض‌تر از این مسئله‌ای در زمانه ما وجود نداره. با اینکه دلم از جمشید شکسته، اما اگر به حل این مسئله فائق بیاد از گناهش میگذرم. نقشه مرگ شما رو کشیده، اون وقت سریع به بدن نیشان رو خورده. احساس میشه جمشید به همراه خانواده‌اش یکی دو روزی در حال بستن اسباب سفره. گویی قصد عزیمت به کاشان رو داره. خواجه نصیر ما یا از حل مسئله عاجز مونده، یا ترس از اون داره که توطئه پلیدش افشا بشه. محال بی اجازه ما اقدامی انجام بده. به هر حال به هوش باشید و چشم از اون بر ندارید.
سرخی صورتتو از دست داده جمشید. خسته ای؟ در مونده. براتون شیر گرم آوردم. نگرانیم از اینه که سلامتیش به خطر بیفته. از بستر نازتون بیرون آوردم تا بدونم در اون مهم که امیرزاده فرمودند چه مقدار جد و جهد کردی. خاتون خود با ذکاوته. این ادعای گزافی بود که غیاث الدین کرد، ورنه این مسئله رو به هیچ روی پاسخی نیست. غیاث الدین بیهوده پای میفشرد بانو. همانطور که جناب قاضی زاده گفت این مسائل رو در عالم پاسخی نیست. براتون متاسفم، برای خودم بیشتر از شما که دلخوش به هوش و ذکاوت شما در حساب و ریاضیات نشستم، غافل از اون که میرزا اولوغ بیگ که خود در علم و حساب سرآمد شماست در حل این مسئله واموندن. الجای بانو، گفتم حل این مسئله کافیه، دیگه نمیخوام بشنوم. بفرمایید بیرون. ولی حل این مسئله محال بانو. اینجا بیرون. نگرانی شما بیهوده است. ما خود این مشکل رو به طریقی حل میکنیم که هم امیرزاده به مطلوب خود برسن و هم شر غیاث الدین از سمرقند کم بشه. نگرانم که اگر غیاث الدین این مسئله رو حل کنه اولوغ بیگ از گناهش بگذره و به اون مرتبه بالاتر بده. فراموش نکنید که شما برگ برنده‌ای در دست دارید.
روی قوس 2 درجه است. مقدار آن نسبت به شعاع که 60 فرض شده کوچک است. پس کعبه آن نیز به مراتب کوچکتر و همین نیز در تقریب اول بر عدد بزرگی هم تقسیم می شود که معقول است از آن صرف نظر شد. پس رقم نخستین 60 گانی را به ارزش نسبی استخراج کن. پس برای تعیین ارزش نسبی رقم دوم کعبه رقم نخست را در معادله قرار بده و استخراج کن. با مجموع 2 رقم سوم را بیاب و الی آخر. آنچه حاصل است اندازه جیب 2 درجه است و نصف آن پاسخ مسئله‌ای که تا امروز لاینحل مانده. آقا سحر نزدیکه، پاشید. آقا سحر شده، چیزی بخورید. چیزی شده؟ صفر 1 7 4 5 4 0 6 14 خواب نبود. خواب؟ بالاخره امروز پس از چند وقت جمشید از رصدخونه بیرون اومده و خوش و خرم به شهر رفته. به گرمابه هم سری زده. یحتمل به حل مسئله که در پیش بوده نائل اومده که این چنین آرام آسوده بوده. خدا بچه مردم مادر جان لحظه گرم کن به جمشید بچه مالش خوب نیست. برو وای خدا بچه مردم رمضان که تموم شه برمیگردیم کاشان. جناب ترخان وزیر،
حتما مسئله مهمی اتفاق افتاده که شخصا قدم رنجه کردید رسد خونه. امیرزاده کنجکاو شدن که آیا شما به حل مسئله فائق اومدید یا نه؟ عجب. کنجکاو شدم. خودم به وقت مقرر خدمتشون میرسم مسئله رو توضیح میدم. نیکوست که این اتفاق فی الحال بیفته. پوزش میخوام. در میان شما چهره آشنا میبینم که هیچ ربطی به امرا و بزرگان نداره. آیا امیرزاده گردنبندی که به تو داد هنوز داری؟ شاید برای خرید خنجری زهراگین خرید شده. ها؟ میخوام بدونم کجاست. من باید امیرزاده رو ببینم. روایت جمشید اولوغبک به آخرین خط رسیده. به آخرین خط رسیده. چه راقم بدخطی داره این اوراق. مثل شغال بد صدا، مثل بوف شوم. چه فرخ خیالی که گمان میکنی کار حکومت، کار ملک و حکومت به این اسباب شمرتی و طرب مهیا میشه. اگه دلخوشی به کواکب و افلاک بود، بساط دیوان به باد رفته بود و جماعتی گرسنه و آواره بیابون. متاسفم برای جماعتی که شب آروم میخوابن به دلقرصی امیری مثل تو. چون منی اگر نباشه تومار این روایت بر آبی نگاشته میشه. سیاست این ملک به تدبیر چون منیست. کار سیاست اگر به دستان پریشان احوالانی چون تو بود، دریغ اگر تختگاه چون امروزی میدید. راست. این تختگاه به تدبیر یکی مثل خواجه نصیر موند، به نااهلی مثل تو رسید. انصاف بده. ردای خواجه نصیر به تنت گشاد نیست. به آیندگان واگذار کنیم. مهم نقلی است که فاتحان می نویسن. امروز امروزه، فردا فردا. بیرون منتظرم. سالها در انتظار این لحظه بودم. سزای خائن چیه؟ پرسیدم سزای یک خائن چیه؟ ها؟ منو ببخش، خواهش میکنم، التماس میکنم. منم آی بانو، خواهش میکنم ازت، منو ببخش. خوبه خوشم اومد. از یه مرد علمی همچین رزمی بعیده. اگه به سپاه من ملحق می شدی که ذره بیشتری گیرت می بود. لعنت به تو، لعنت به تو اردک. دست منو به خون باز کردی. گم شید. تمومش کنید.
نفسشونو ببرید. از اینجا برو. تو رو به صاحب امروز برو. جمشید بمون. از اینجا جون نخور.
مطمئن شده از لطف خداوند به سوی آفریدگارت بازگرد، در حالی که تو از لطف خداوند خوشنود هستی. خوشنود در جمع بندگان مخلص من درآ و به بهشت من